اولتوی فوق‌العاده تاجیکستان استناداً به معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان به سهم ساکنان و میمانان کشور میرساند که مدت 24 ساعت آینده در بعضی ناحیه‌های ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز خاکباد باقی میماند. روزهای یکم دوم اکتبر سال 2021 وزش شمال سخت با سرعت 15-20 متر ثانیه پیش بینی می شود که این باعث می گردد که خاکباری در قلمرو نواحی یاد شده بیشتر شود. روزهای دوم سوم اکتبر هوا معتدل می شود، حرارت 6-9 درجه کاهش می یابد. روز سوم اکتبر در قلمرو بعضی ناحیه‌های ولایت سوخت و ناحیه‌های تابع جمهوری بریدن باران شدید در نظر است. روزهای سوم چهارم اکتبر باران‌های شدید در ناحیه‌های کوهستان به برف تر تبدیل می‌شوند. در این ارتباط کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ساکنان و میهمانان کشور با احترام خواهش می‌کند به خاطر بی‌خطری حرکت در راه‌های کوهی عقبه‌ها احتیاطکار باشند. رانندگان قاعده‌های معمولی حرکت در راه‌ها را جداً رعایت نمایند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواهش می‌کند در چنین روزها از رفتن به چراگاه، غنچین هیزم و داروواری و شکار یا ماهیداری خودداری نمایند. جان خود و اطرافیان خود را احتیاط کنید.